قبل از آغاز منفرش‌کنی راه‌های محلی در دهه حاصلات جماعت دهاتی به نام میرزا رضای شهرحصار، نمایندگان مقامات محلی با ساکنان واخوری نموده هنگام صحبت این اقدام باشندگان را جهت دستگیری نمودن سیاست سازنده و آبادکارانه حکومت کشور سهم گذاشتن در رشد محل و مکمل گردانیدن انفراساختار راه و نقلیات شایسته تحسین ارزیابی کردند. ساکنان و صاحبکاران و هموطنان برونمرزی همین دهه بهر خوبتر و بهتر نمودن شرایط زندگی خود و آباد کردن مکان زیستشان سرجم شده مبلغ جمع‌آوری نموده به منفرش‌کنی زیاده از 2 کیلومتر و 300 متر راه‌های اساسی دهه اقدام پیش گرفته منفرش‌کنی راه را از نزد مؤسسه تعلیمی آغاز کردند. غفصی قبط اسفالت از 7 تا 8 سانتی متر را تشکیل داده پهنایی راه 5 متر می باشد. جهت مستحکم نمودن کناره‌های راه دو طرف آن علاوتاً بتون پوش کرده می شود. بعد پورا مورد استفاده قرار گرفتن راه منفرش شده با زیبایی دهه حاصلات نوگانی ضم نموده همزمان چراغان کنی کوچه ها به نظر گرفته خواهد شد. جهت با صفت انجام دادن کارهای تعمیری این مسیر را قبلا با تکنیک‌های راهسازی تخت و هموار کرده سنگ فرش نموده بودند. اکنون راه با صفت بلند تعمیر شده برای حرکت بی‌ممانعت واسطه‌های نقلیات به ساکنان سالهای زیاد خدمت خواهد کرد. در برابر تعمیر راه‌های داخلی کوچه ها در این دهه یک پل ماشین گذر با خرج نزدیک به 90,000 سامانی از جانب ساکن سخاوت پیشه همین محله بنیاد کرده مورد استفاده قرار داده شد. درازی پل 8 متر بوده دو قسمت دهه را با هم پیوست می نماید. پهنای پل 7 متر را تشکیل داده 1 متر آن برای پیاده‌گردان جدا کرده شده است. سرجم شده من همین اقدام را پیشه کردم که این یک اقدام می باشد که سالهای طولانی ما این را انتظارش بودیم و آرزو میکردیم. این هم باشد اسفالت پوشکنی بین دهه ما می باشد که زیاده از 2 کیلومتر راه را در بر میگیرد. از جانب صاحبکاری همین دهه عبیدوف شمس‌الله پل بنیاد شد که این پل بین دو محله را پیوست میکند. ما تمامی ساکنان همین دهه خرسند هستیم که همین اقدام ها در دهه ما شده ایستاده است. مورد به ذکر است که در این دهه قبلا با سهم باشندگان از مسافه 1 کیلومتر خط آب نوشاکی کشیده شد. آب نوشاکی توسط نسازهای آبکشی در ظرف کلان ذخیره گردیده بعداً با خواجگی ها انتقال داده می شود. در همین روحیه آبادکاری و سازندگی ساکنان دهه حاصلات عزم دارند که منفرش‌کنی راه ها را تا درآمدگاه دهه جلال آباد ادامه داده در آبادی یک گوشه دیار سهم خود را گذارند.